کره زمین با یه بیماری بسیار بد مواجه شده و زامبیا کل دنیا رو گرفتن و فقط تو کره زمین چندین هزار نفر انسان زنده مونده و این خانواده تصمیم میگیرن که محل سکونت خودشون رو عوض کنن تا به یه جای امن برن و همینجوری داشتن میرفتن که یهو میبینن که پل کلن جلوش بسته است و این زنه تصمیم میگیره که پیاده بشه و بره اون سیم خاردارا رو بکنه، اما نمیدونه که این سر صدای زیاد باعث میشه که زامبیا به سمتش بیان. وقتی به سیم خاردارا نزدیک میشه این اتفاق واسش میفته. Split